تلگرام کانال NTV ویدیوی از جانب مهاجران لطکوب شدن یک کارمند پلیس در ایستگاه مترو تولسکایا در مرکز پایتخت روسیه را نشر کرده است. لحظه حمله به کارمندان پلیس را ویدیو کامراهای نظارتی در ایستگاه مترو ثبت کردند. بنا به اطلاع NTV شام 7 فوریه کارمندان پلیس در ایستگاه تولسکایا یک مرد را برای تفتیش حجت‌هایش منع کرده او را به حجره پلیس بردنی شدند، ولی آن مرد به دلیل هنوز نامعلوم مقاومت نشان میدهد و کارمندان پلیس او را به زمین خوابانده دستانش را به پشت تاب میدهند. در همین لحظه طوری در ثبت دیده می شود یک دوست مهاجر دستگیر شده به کمک او شتافته با هر دو پایش با شست یکی از کارمندان پلیس را زده از پای می افتاند و زن و زنی سر می شود. NTV می گوید یکی از آن دو حملگر را دستگیر کردند و در رابطه با این حادثه با اتهام زورآوری نسبت به نمایندگان دولت پرونده جنایتی گشودند. اما این نشریه نگفته است که این دو نفر از کدام کشورند. با آنها برای زورآوری نسبت به نمایندگان دولت هنگام اجرای وظیفهشان بر اساس ماده 318 کودکس جنایتی روسیه تا 10 سال زندان و سپس دپورتاسیا تهدید میکند. در یک هفته آخر این علاقه سومین خبر حمله مهاجران به کارمندان پلیس تنها در شهر مسکو است.